رادیو کتاب در خدمت نویسنده‌ها، معرفی کتاب، برنامه‌ای برای فر فرهنگ. دیگه این هزاران انسان در زندان ها به سر میبرن و بعد از که خلاصشون دوباره جرم میکنن و مصارفش ما میپردازیم همشهری‌ها و مصرف یک زندانی برای یک ماه بیشتر از معاش است. تصویر آثار اکادمیک و فعالیت‌های ایشان را در خارج و داخل کشور تقدیم می‌کنم. بخشش علت اجتماعی داره و یک بخش دیگهش علت روانی و نفسانی داره. اینجا این حکم است که ما حکم باید ترمیم بکنیم، نه عدالت. مفهوم عدالت تصالی هم روسه را در بر میگیره و هم تصامیم ترمیمی را. تحت اداره طالبا آیا او مدل میتونه کارگر بفته چون مطابقتش با شریعت از بسیاری جهات هست؟ من میخواستم که از دکتر صاحب بپرسم که امی عدالت ترمیمی که شما درباره از او تحقیق کردین، یعنی در مقایسه با قصاص هم که در قرآن بسیار تاکید شده که عدالت اخلاق هم که در جامعه است اخلاق فلسفی است. دا یو روش او پروسس دی چې من کولای شو قانون پکې تطبیق کو او د یو بل دید نه د عدالت ته ګوري. دو، اگر شخص متضرر خواهان بخشش و گذشت باشد اما جامعه خواستار مجازات مرتکب جرم باشد، اراده کدام یک باید مقدم دانسته شود. هغه قضایا چې په وختونو کې په کلونو کې حل فصل نه کېدل، هغه اوس په ورځو کې او په هفتو کې سرته رسیږي او حل فصل کېږي. سوال از اولی است که با توجه به تنوع قومی مذهبی که در افغانستان وجود داره، ما چطور میتونیم میان شیوه‌های سنتی حل منازعه و عدالت ترمیمی یک نوع تعادل برقرار کنیم؟ مانع اصلی ترویج عدالت ترمیمی خود قضات است، خود نظام عدلی است. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده‌ها و همسو با حقیقت. به نام خداوند علم و دانایی. تشکر از بیننده های گرامی که با رادیو کتاب بودین. همچنان که ملاحظه می‌فرمایین هر روز برنامه‌های رادیو کتاب علمی میشه. از این نظر ما افتخار داریم، اما این به هیچ وجه به این معنی نیست که برنامه‌های ما به عیب و نقص است یا آنچه که ما میگیم و مهمانای ما میگه حقیقت محض است، بلکه همه ما در جستجوی حقیقت هستیم و میخواهیم فرهنگ بحث آموزنده را در جامعه خود رواج بدیم. در بخش اول گفتم زندگی نامه پروفسور علی وردک را برای شما میخوانم. معمولاً زندگی نامه از زمان، مکان و تاریخ تولد آغاز می شود. اما من در حد گنجایش یک مقدمه فقط تصویر آثار اکادمیک و فعالیت‌های ایشان را در خارج و داخل کشور تقدیم می کنم. استاد علی وردک پروفسور و پژوهشگر دانشگاه ساوت ویلز بریتانیا می باشد. علایق اصلی پژوهشی پروفسور علی وردک بر جرم و عدالت تطبیقی، نظریه جرم شناسی و روابط بین سیستم‌های قضایی دولتی و غیر دولتی متمرکز است. ایشان یکی از مفاخر علمی افغانستان است. خدمات علمی زیادی در داخل و خارج کشور انجام دادم. اکنون در دانشگاه ساوت ویلز مصروف تدریس و تحقیق است. دکتر وردک میگوید توجه عدالت ترمیمی به سه سهامدار اصلی در جرم، یعنی قربانی، مجرم و جامعه می باشد. برخلاف عدالت جزایی که تمرکزش بالای مجرم و نقض قانون است. لذا می توان گفت عدالت ترمیمی به راستی ترمیمگر است. از سال 2006 تا 2008 پروفسور وردک برای برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP در کابل کار کرد و در نوشتن گزارش توسعه انسانی افغانستان در سال 2007 مشارکت داشت که در آن یک مدل ترکیبی برای سیستم قضایی پس از طالبان در افغانستان پیشنهاد شده است. پروفسور وردک در پروژه تحقیقاتی صلح‌سازی مقایسه‌ای
که بر مطالعه چه عوامل در صلح سازی مؤثرند و علل درگیری ها در 48 کشور تمرکز دارد. با پروفسور جان برثویت همکاری نزدیک داشته است. او معاون رئیس انجمن جرم شناسی و قربانی شناسی جنوب آسیا است و به عنوان سخنران به کنفرانس ها، انجمن های بزرگ دعوت شده است. فایزی صاحب نوبت شماست، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اول از همه خدمت استاد و همگی دوستایی که در این جلسه حاضر هستند سلام تقدیم میکنم. خب جرم که اگه یاد میکنم، جرم من حیث یک پدیده اجتماعی وقتی که میخوایم با یک پدیده شوم اجتماعی مانند جرم مبارزه شوه و این پیشنهادی که جناب استاد کردن، پس ما به اول پشت علتایش بریم که چی علت داره که می جرم در جامعه پدید میده. می صحبت امروز ما ارتباط داره. علت خود جرم بخشش علت اجتماعی داره و یک بخش دیگهش علت روانی و نفسانی داره. علت اجتماعیش اگر برداریم از جرم در جامعه، این به صلاحیت محکمه و ارگانهای حقوقی نیست. این باید در جامعه یک عدالت اجتماعی باشه که انسان‌ها مجبور نشن که دزدی بکنن، مردم مجبور نشون که یک رشوت بگیرن یا خیانت بکنن، یک ظلم بکنن. بخش دیگه از این بخش نفسانی و یا روانی از این برمیگرده به مسائل فرهنگی، تربیت فامیلی و یا عادت کردن خود مجرم به جرم و جنایت. اولی که کسی را که به اتهام جرم میگیره میره مجرم گفتن نمیتونه. کسی که نخستی گرفتار میشه و پنجه قانون سپرده میشه اول مظنون است. بعد وقتی که دوسیه برازی انداخته میشه و مورد بررسی قرار میگیره و تحقیقاتی میشه متهم. تا زمانی که محکمه راجع به این چیز فیصله نکرده این آدم مجرم نیست، متهم است. فایزی صاحب اینا یک قسمت همین سوال ما برمیگردم به صحبت خود استاد. من میخواستم همین عرض کنم که این خوب بدیهیات حقوق هست. بله. شما در اصل موضوع بپردازید. اصل موضوعی که عدالت اجتماعی اگر در یک جامعه کسایی که یعنی کسی که ما جزا میدیم، من اینجا دوستام یاد کردن، بانوی محترمام یاد کردن که متهم را که دستگیر میشه با جزا دادن فراموش میشه و این درست است که متهم را که شما برش قانون عدالت تطبیق میکنه یک مقدارش بر اصلاح خودش است، ولی اگر یک متهم مثلا قتل کرده و این مثلا حکم اعدام در کشورهای بیشتر کشورهای دنیا مثل افغانستان است، وقتی که اعدام میکنه اینجا خود دیگه او اصلاح نمیشه و تمام شد. بنان بخش از این جزایی را که قانون یا عدالت بگویم برای متهم تعیین میکنه، بخش از این بر اصلاح خودش است و بخش دیگه از این بر اصلاح خود جامعه است. برای که جرم یک پدیده نیست که یک بار واقع شود. جرم همیشه قابل تکرار است در جامعه. اگر بخوایم که با کلی از یک جامعه با کاملا جرم پاک بکنیم، تا در اون جامعه هم که عدالت اجتماعی برقرار شده به شبکه نیست، عدالت اجتماعی در این دنیا تا هنوز برقرار واقعی به صورت حقیقیش برقرار نیست. و اگر بازم مثلا معاش بیکاری یک آدم داشته باشه، یک معاش سوسیال داشته باشه، یک حقوق داشته باشه که دزدی نکنه، پس اینمی مدت حضور میخوایم ما ناگزیر صحبت شما رو قطع کنم، تقریبا 4 دقیقه شده. یک آخریش هم میگم، یعنی خلاصه‌ای که اگه مرتبط به موضوع نیست لطفا نگوین. نه به موضوع مربوط است. برای متهمی که جزا میتن، متهمی که جزا داده میشه، این نیست که تنها برش خود از اوست که اصلاح شه، این برای جامعه هم است. برای که جرم قابل تکرار است. اگه یک متهم میاد یک جای دزدی میکنه و به این جزا داده نمیشه، ملایم برخورد میشه، این صحیح است که تربیتی باشه، به ما میدم در زندان یا هر جایی که هست به درس بخونه، تربیت شه و کار بکنه، عاید خود داشته باشه، این کار درست است. ولی اگه برای قدر سهولت‌های حاصل شه که این آدم تنها نصیحت شه و کارش بسیار به سادگی، این در جامعه این جرم در حقیقت ما تشویق میکنیم، قابل تکرار است. بس بخش از جزا یک بخشش برای اصلاح خود از است، یک بخش دیگهش برای وقایع جامعه که دیگرایی که جرم انجام ندن. این خیلی ممنون. بسیار تشکر. کاظمی صاحب بفرمایید. شما دو نفره میگیریم، دکتر صاحب باز به جوابا بپردازید. با عرض سلام و خوش آمدید به جناب دکتر صاحب وردک. استفاده کردیم از صحبتایشان و همچنین از سوالهایی که شد در اینجا استفاده کردیم. ما چون کتاب نخواندیم، فقط امی عنوان شنیدیم. درباره عنوانش یک نظر دارم. شاید این نظر ما یک مبنا داشته باشه و شاید هم به حکم ازی که عربا میگه الانسان عدو لما جهل
انسان ها هر چیزی که نمیدونه دشمن ازویه. ما فعلا نمیتونم خود با همین نام بسیار نزدیک ببینم. عرض ما این است که عدالت یک چیزی است که از خود تعریف مشخص داره. مثلا عدالت از نگاه لغوی اگر ما بررسی بکنیم، عدالت یعنی هر چیزی رو در جای خودش نهادن، گذاشتن. و عدالت تطبیق یک حکم برای انصاف و برای جزا دادن مجرم. بنابراین ما به جایی که عدالت ترمیمی میگیم، به نظر ما باید ما حکم ترمیمی بگوییم، چون ما حکمی را که میکنیم به خاطر ترمیم امی قضیه‌ای که رخ داده در اینجا است. مثلا ما نمیتونیم عدالت به صورت درست اجرا کنیم، به جای از اون ما به جرگه مراجعه میکنیم، یا ما همطوری که ما در فرهنگ خودمون و شما اصلاح داریم، ما بسیار از این چیزای مشابه زیاد دیگه داریم. به نظر من این عدالت ترمیمی نیست، این حکم که ترمیم میشه. مثلا ما نمیتونیم که در یک قریه است قاتل یک شخصی است که زور داره و یا او ممکنه که اگر ما مثلا قصاص بکنیم، ممکنه او برای قربانی بیشتر ضرر برسانه، به جای یک نفر 2 نفر دیگر بکشه. به طور مثال میگم، ما در اونجا ناچاریم که فشار میاریم، ما حکم ترمیم میکنیم. ما میگیم که خب برادر، تو اینی آدم یک نفرش کشتی، باید اینی قدر دیه میشه، یا از قوانین جزایی فرض کو یک خساره بزرگ بالای از اومه، ما از او چشم پوشی میکنیم. اما ما میخوایم که مجرم یک کمی تنبیه کنیم و یک کمی هم قربانی را بالا بکشیم. پس بنابراین اینجا عدالت ترمیم نمیشه، اینجا این حکم است که ما حکم باید ترمیم بکنیم، نه عدالت. بفهمم. معذرت میخوایم، شما همین نام کتاب خواندین در عربی است، العدالت التصالحیه فی السیاست الجنایی المعاصره. این را اگر میخواندین چی میشد؟ وردک صاحب، ما فکر میکنم که تبصره کاظمی صاحب هم جای بحث داره و همچنان فرمایشات فایزی صاحب. اگر شما در این مورد فرمایش دارین بگوین که باز دیگه سوالا رو بگیریم. و ما از همه بزرگوارا تقاضا میکنم اختصار رعایت کنین. الحمدلله 30 و چند نفر تشریف داره که نوبت به همه برسه. تشکر. مهربانی دکتر صاحب. خلاصه صاحب، خدا کنه که امو تعریفی که ما ارائه کردم بسیار پیچیده نبوده باشه. از نگاه عدالت تصالحی، مفهوم عدالت تصالحی هم پروسه را در بر میگیره و هم تصامیم ترمیمی را در بر میگیره. و تصامیم شما که گفتن حکم گفتن، دیگه حکم یک ذره به اصطلاح بسیار قوی به نظر میرسه. دیگه من بیشتر کلمه تصمیم ترجمه میتونم که استعمال شده. و تصامیم را در پروسه دیالوگ و گفتمان جامعه محلی با حضور مجنله و مجرم و بعض وقتا مسئولین عدالت رسمی صورت میگیره. بنابراین امو اهداف عدالت ترمیمی و پروسه یک با دیگه مرتبط است. دیگه من نمیفهم که یا شاید سوال صحیح نفهمیده باشم، ولی این شما اگر انتقاد دارین سر کلمه، در تمام دنیا به انگلیسی restorative justice گفته میشه، در فارسی عدالت ترمیمی و در عربی العدالت التصالحیه. با جواب استادی که قبلا از اینا بودن، اون آقای فایزی بود صاحب، و قبل از او دکتر صاحب سمیه بود که در قسمت قبلی سوال کرد. به ترتیب میرم. آقای فایزی، ما اتفاقا یکی از اجزای یا اطراف تحقیق ما چیست؟ عوامل جرم است و نظریه جرم شناسی. ما موافق هستیم که عوامل اجتماعی و روانی و حتی فیزیولوژیکی در پروسه جرمی دخیل است، ولی بسیار پیچیده است. ما حال نمیفهم که چرا مردم مرتکب جرم میشه، در حالی که رشته ایم است، ما اعتراف باید کنیم. ولی مجازات متاسفانه نتیجه نداده. سوال مدنی است و تحقیقات و آمار نشان میده. مثلا در انگلستان بیشتر از 50%، مخصوصا نوجوانان بین 18 تا 28 سال، وقتی که مرتکب جرم میشن، بعد از خلاص شدن از زندان در 2 سال باز مرتکب جرم میشن. اگر زندان یا جزا رادع می بود یا آدم اصلاح میکرد، چرا آدم دوباره مرتکب جرم میشه؟
از همین خاطر معنی پشتگرای عدالت ترمیمی به یک در رسیدن که عدالت جزایی فعلی ناکام است و ایران باید با صراحت بگوییم، با وجودی که در کشورهای غربی مثلا پیشرفت‌های بسیار زیاد شده، اما عدالت جزایی یک پروژه ناکام است. ببینین هزاران انسان در زندان‌ها به سر میبرن و بعد از که خلاصشون دوباره جرم میکنن و مصارفش ما میپردازیم همشهری‌ها و مصرف یک زندانی برای یک ماه بیشتر از معاش است. آیا این ناکامی نیست؟ و از این خاطر در کشورهای غربی مخصوصا در نیوزیلند فقط رهبر عدالت ترمیمی از رویه‌های عدالت ترمیمی استفاده می‌شود. خدا کنه که سوال جواب گفته باشم. و سوال دکتر صاحب سمیه، دکتر صاحب شاید شما با کارهای مکس وبر آشنا باشین که ایدیل تایپس، بس دانشمندا که در به اصطلاح در ذهن خود یک مدل را جور میکنه، باز او را تطبیق میکنه، در حالی که مدل ترکیبی ما مبنی بر آمار و حقایق میدانی جامعه افغانستان است. و در اون وقت جامعه افغانستان ما که قبلا گفتم 80% مردم به جرگه ها و شوراها مراجعه میکردن یا معادل از اینا به علما مراجعه میکردن و در حالی که در اونجا نهادهای نوظهور حقوق بشر به شکل قوی وجود داشته و همچون نظام عدلی، ما کوشش کردیم که به شکل عملی حقیقی یک راهی را پیدا کنیم که هر دو با هم وصل شود، پل زده شود، که از یک طرف ما عقب نمانیم و از طرف دیگه عدالت ترمیمی را برای همه زنها و مردا تهیه شد. خدا کنه که جواب سوالتون گفته باشیم دکتر صاحب. بسیار تشکر. دکتر صاحب کریمی شما فرمایش دارین؟ نه تشکر. بیشتر اگر در رابطه با چی صحبت میشد که به خاطر از که گفتم که وقت ما میخوایم تطبیق کنیم عدالت ترمیمی را، چه رقم با واقعیت‌های اجتماعی ما برخورد میکنه امی مسئله عدالت ترمیمی، از جمله مثلا حقوق بشر، چه رقم اینا را چی راهکردها را اگر مشخصا گفته شود، چی راهکردهای مشخص شما داشتین که امی نقض حقوق بشر با معرفی عدالت ترمیمی با جرگه ها و عدالت غیر رسمی که شما میگین، چی راهکردهایی بود که چی رو تقلیل بده، نقض حقوق بشر در جریان فیصله های حقوقی و یا عدالت ترمیمی تقلیل بده؟ اگر راهکردهایش مشخصا میگفتن خوش میشد. امیر گفتم ولی چی رو براتون روان میکنم. خب خود مدل رمو دیاگرامشه به عبارت دیگه، وقتی که جرگه ها و شوراها یک مسئله را حل و فصل میکنه، جرمی یا مدنی، این باید تحت نظارت نهادهای حقوق بشری افغانستان صورت گیره. وقتی که تحت نظارت از اینا صورت بگیره، خب باید حقوق زنان و اطفال چی نشود، نقض نشود. و دومی که دکتر صاحب ما شرقی ها ما نتونستیم ارزش ها و عملکردهای خود را به جوامع غربی معرفی کنیم. در حقیقت ریشه های عدالت ترمیمی در غرب نیست، ریشه های عدالت ترمیمی در جوامع ما شماست. حالا مثلا در قرآن شریف و صلح و خیر، آیت قرآن شریف است. صلح بهتر است از مقاضا، از پروسه قضایی. و کسایی که من استاد امین و دکتر صاحب سعید میدونن که کلمه خیر اخیر است، کلمه اسم تفضیل است، یعنی بهتر است از پروسه عدلی رسمی. و تحقیقات که در نیوزیلند و حتی در بریتانیا صورت گرفته، قسمی قبلا یادداشتم تکرار نمی‌کنم، کسایی که از پروسه های عدالت ترمیمی به اصطلاح پروسس میشوند مرتکب جرم دوباره نمیشه یا میشه با حجم کمتر، به مقایسه کسایی که از طریق زندان ها و عدالت انتقامی که میگیم retributive justice پروسس میشوند. بنابراین ما عدالت ترمیمی داریم، البته با اصلاح ضرورت داره، با اصلاح و مدرنایزیشن ضرورت داره. دکتر صاحب ما چی رو براتون روان میکنم، همین که این راهکار چه قسم کار میکنه و چه قسم در عمل پیاده شده میتونه. بسیار ممنون صاحب. من میگم این سوال دکتر صاحب خیلی یک سوال اساسی است.
در آخر برنامه یک 5 دقیقه اگه وقت بانین، اینجا حقوقدان هم خیلی زیاد است. هر کس کوتاه نمیره جواب بده. راهکار عملی برای بیشتر رعایت شدن حقوق بشر در جامعه ما چی است؟ آلی سوال سعید صاحب میگیریم. سعید صاحب و بعد انجینر صاحب محسن. سعید صاحب بفرمایید. تشکر، بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بسیار جالب و مازنده بود مثل همیشه. ما جناب دکتر صاحب، تحقیقات شما در دوره قبل بوده که زیادتر مواد خامی که در او اثر شما استفاده کردین و بالاخره به این نتایج رسیدین که یک سیستم یک پیشنهاد کنین که چطور بتانیم راه اصلاح را پیش ببریم. فقط میخواستم نظرتان در شرایط امروزی داشته باشیم که نظام تحت اداره طالبا، آیا او مدل میتونه کارگر بفته چون مطابقتش با شریعت از بسیاری جهات هست، اما شاید برداشتی که شما یا دوستا یا ما از اون طرز تفکر اصلاحی حل منازعه داریم در پرتو شریعت شاید متفاوت باشه با چیزی که طالبا داره. فقط میخواستم بفهمم که چقدر در ساحه عمل امروز میتونه الگویی که شما پیشنهاد میکنین عملی باشه. یک و یک تعلیق کوچک هم داشتم. آقای محسنی گفتن در اخیر اگر فرصت بود باز ما هم از تجارب خود، چون ما بسیار درگیر همی قضایا هم بودیم، باز میشه ما شریک بسازم. تشکر از شما صاحب که در 1 دقیقه سوالتان ختم شد. چقدر آدم سخی هستین شما. انجینر صاحب محسن، فرمایش شما رو میگیریم، بعد میریم خدمت پروفسور صاحب وردک. تشکر بسیار زیاد. ما سلام خود تقدیم میکنم به شما و تشکر از دکتر صاحب محترم پروفسور صاحب. بسیار موضوع مهم و بسیار ضروری در جامعه ما شما. ما فقط میخواستم خدا کنه که سوال ما خارج از موضوع نباشه. ما میخواستم که از دکتر صاحب بپرسم که امی عدالت ترمیمی که شما درباره از او تحقیق کردین، یعنی در مقایسه با قصاص هم که در قرآن بسیار تاکید شده که عدالت بر اساس قصاص عملی شده میتونه، یعنی شما بررسی کردین به خاطر از که قصاصی که به اصطلاح به صورت عمومی مردم از او یک انطباع داره که قصاص یعنی اعدام، این نیست. یعنی قصاص است، اعدام یک چیزی جداگانه است. و چیزی که در افغانستان یا دیگر جایا در ممالک اسلامی به نام اعدام تطبیق میشه، این خلاف امر قرآن است، قصاص نیست. ما میخواستم که در این رابطه بفهم، به خاطر از که اگر مسئله قصاص در این رابطه شما با هم، به خاطر از که چیزایی که شما توضیح دادین تا حد زیادی با قصاص جور میه، البته 100% تا اندازه. اگر این در رابطه زو تحقیق و تطبیق شود، شاید در آینده در جامعه اسلامی بدون چور و چرا قابل تطبیق باشه. تشکر انجینر صاحب. 1 دقیقه و 11 ثانیه. پروفسور صاحب وردک، شما 2 نفر جواب بتین. ما اول به سوال اخیری، به جواب سوال اخیری می‌پردازم. واقعا که سوال بسیار مهم است و ما فعلا برای یک شماره خاص مجله بین‌المللی عدالت ترمیمی کار میکنم که موضوعش اسلام و عدالت ترمیمی است و تصادفاً یک از مقالات عدالت ترمیمی در قصاص و حدود است. خب استاد محترم، قبل از اینکه قصاص صورت بگیره، من فکر میکنم اساس عدالت ترمیمی در اسلام است. از ورثه مقتول خواسته میشه که شما عفو میکنین، دقیقاً عدالت تصالحی است. و دومی که اگر فرض اونا بگوین که ما دیت قبول میکنیم، اینا از قصاص جلوگیری شد. بنابراین ما فکر میکنم که دیت و عفو ای کاملا با عدالت تصالحی و عدالت ترمیمی مطابقت داره. البته این مقاله بسیار تفصیلی است و دکتر المنشاوی و ما خودم سر از این کار میکنیم که انشالله در آخر می سال کل شماره نشر میشه و دکتر صاحب افتخار دارم که دکتر صاحب سعید هم یک مقاله برای ما نوشته. میایم به سوال دکتر صاحب سعید. دکتر صاحب، با شما میفهمین که یک از عناصر عمده مدل ما دخیل بودن نهادهای حقوق بشر افغانستان که اکثرا توسط خانم‌ها پیش برده میشود و ما فکر نمی کنم که حکام فعلی افغانستان
به این نظر خوشی داشته باشه و من فکر نمیکنم که اینا به هیچ وجه اینا تطبیق کنه. و قسم کازمیسا فرمودن تفسیر حکام فعلی افغانستان یک تفسیر خاص است که بسیاری از فقها و علما با او توافق نداره. ولی ما به یک هستم که نظام ها میره و میایه ولی افکار و ایده ها میمانه. خدا کنه که جواب گفته باشه. بسیار تشکر. یک جمله اگه اجازه باشه. بفرمایید. مهربانی. دکتر صاحب، یک چیزی که ما در این بحث حقوق بشر داریم، حقوق بشر یک لیبل غربی خورده که از چیزی است که از غرب بالای ما تحمیل میشه. چیزی که من سرش فکر میکنم که چطور از این اعتراض بگذاریم، تغییر ترمینولوژی است. ما مثلا به عوض دموکراسی همو قول معروف فقها رو بگیم که جمهور چی میگه؟ جمهور مردم، جمهور متخصصین. و در موضوع مثلا هیومن دیگنیتی، کرامت که بسیار ریشه عمیق داره، در موضوع حق. در جالب است روز ما کتاب ابو داود میدیدم، یک مسئله دیگر، یک حدیث آمد پیش روی از حضرت علی صاحب روایت است که پیامبر فرموده، میگه وقتی که شما قضاوت میکنین، مستقیم به حضرت علی صاحب خطاب میکنه، وقتی قاضی میشی قضاوت میکنی، از نفر دوم مکمل قضیه را قسمی بشنو که از نفر اول شنیدی. یعنی هر دو طرف، یعنی بیخی توصیه خاص و یک فرمول از در قضا. اگر بخوایم قاضی عدالت بفهمه، ما این چیزها را داریم و در قضایای جرگه هم زنها موضوعشان غایب است. اگر از این طور فاکتورها استفاده کنیم که یک طرف قضیه یک خانم است و نظر به حکم پیامبر، قاضی باید بشنوه از او. یعنی مواد خام داریم. هدف ما است که ما این مواد خام به یک طریقی باید در قالب مواد پخته بریزیم که رنگ و بوی شریعت و فقه داشته باشه تا رنگ و بوی حقوق بشر. مجرد که حقوق بشر بگوییم که حتی آیت قرآن هم در زیر نام حقوق بشر بگوییم، شاید خوش بعضیا نبیاید. هدف ما است که آیا این قسم دید شما تایید میکنین و یا یک راه حل است که ما با تغییر ترمینولوژی ولی اصل مفهوم و اصل هدف حفظ شود در یک قالب یا کانسپت شریعت یا اصول دیگه، اما موضوع را پرتیم تا به نتیجه برسیم. ضرور نیست که ما او را ترم استفاده کنیم که در غرب معمول است. خیلی ممنون. 3 گپ خیلی کلان اینجا گفته شد. ما عذر میخوایم که 1 دقیقه یا 30 ثانیه وقت میگیرم. یکی کاظمی صاحب اعتراض داشتن در امین نام، خیلی گپ کلان است. ایشان هم میشناسم، حقوق بلدم، ادبیات، و همچنان انجینر صاحب حسین خیلی گپ کلان دیگر مطرح کرد که قصاص گفت مغایرت با اعدام داره. البته شاید ناظر به مو قسمت آخر آیه باشه که عفو خیر است. یکی هم فرمایش شما، یک گپی که یک ترمینولوژی جدید شاید ما برای جامعه افغانستان کار داشته باشیم. من به عنوان مجری رادیو کتاب اعلام آمادگی میکنم که اینمی 3 موضوع را اگر دوستا آمادگی گرفته بیایه برای من خبر بتن، جلسه میگیریم، جلسه مجازی به خرج است، وصل میشیم و شاید یک خاری از هزاران خاری که در پای افغانستان مظلوم رفته در بیاریم. تشکر از همه شما. خب 56 ثانیه شد فایزی صاحب گپای من، خدا مرا انصاف بده چقدر پرگوی هستم. فایزی صاحب بفرمایید. سوال من این بود که جناب استاد با احترام و خدمت شما گفتین که جزایی که در انگلیس میته فایده نمیکنه. خب من پیشتر براتون گفتم که جرم یکی بخشش علت اجتماعی است. در انگلستان اینا نمیگیم که جامعه متمدن نیستن، کشورها متمدن هستن که کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هستن. پس جرم که ایده کشورها فایده نمیکنه، اینا علت اجتماعی رو در اینجا عدالت اجتماعی رو تطبیق نکردن. یکیش. دومی که کشورها به صورت سکولار است، دین و اخلاق در این کشور، اخلاق هم که در این جامعه است اخلاق فلسفی است. حتی جامعه هم اگر کسی یک چیز رعایت میکنه به خاطر از اینکه یک روش است، یعنی قانونی را برش حکم. فایزی صاحب شما تصویرتان قطع کنین، اینترنتتان ضعیف است. پس این اسم را که شما عدالت ترمیمی میگن، به نظر من بیشتر با این کار تربیتی یا اصلاحی به می شکل. چون که عدالت که میگم، عدالت خود عدالت یعنی حق یک کس به حق یک انسان به حقش رسانیدن.
کس اگر حقش از او تلف شده یا جزا دیده یا لط کرده یا دستش شکستانده پیوست باید جزای خود ببینه. نمیم که حتما این حکم فقه یا شریعت سرش تطبیق شه، ولی باید جزا ببینه که عدالت است. وقتی که میگن که اصلاحی که نامش عدالت ترمیمی نمانه، به نظر من بهتر است که نام از این کار تربیتی و یا فرهنگی بگوین یا اصلاحی تربیتی. و این کار درست تشکر صاحب. تفسیر شما بوده. بله فایزی صاحب، تفسیر شما تقریبا مثل تفسیر آقای کاظمی است. ممنون. ببخشید نام نمیشه تغییر بده یک نفر. تمام کسایی که سر از این مسئله کار کرده گفته restorative justice. امی افتاده، بسترش افتاده، مفهومش افتاده. به خاطر مایی که نو دی معرفی شدیم نمیتونیم تغییر بدیم. معذرت میخوایم. خیلی خوب. یک نفر از کابل سوال کرده، ما عذر میخوایم سوالشان باید بخونم چون دمی مجلس ما و شما است. آقای محسنی فهیم اولادایش خواب از من خواهش کرده که بخونم. من خیلی سریع میخونم پروفسور صاحب وردک. یک، آیا دولت حق دارد صرفاً به دلیل رضایت شخص متضرر تعقیب جزایی متهم را متوقف سازد؟ دو، اگر شخص متضرر خواهان بخشش و گذشت باشد اما جامعه خواستار مجازات مرتکب جرم باشد، اراده کدام یک باید مقدم دانسته شود؟ سه، آیا عدالت ترمیمی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات سازگار است؟ چهار، در صورتی که روند عدالت ترمیمی ناکام شود آیا اظهارات متهم در جلسات ترمیمی میتواند به عنوان دلیل علیه او در محکمه مورد استفاده قرار گیرد؟ پنج، آیا اشتراک در برنامه‌های عدالت ترمیمی باید کاملا داوطلبانه باشد یا محکمه میتواند افراد را به شرکت در این برنامه‌ها مکلف سازد؟ شش، در جرایم علیه منافع عمومی مانند فساد اداری شخص متضرر واقعی روند عدالت ترمیمی چی کسی است؟ دولت، جامعه یا شهروندان؟ تشکر فهیم عزیز. 55 ثانیه شد دوستا. یک آیفون هم دست بالا کده و رسول ظاهرم. این سوالا رو همه بگیریم دکتر صاحب باز خدمت شما بیایم. آیفون من عذر میخوایم نام شما رو ندارم، خانم یا آقا بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب محسنی صاحب تاسو نه او د ټولو ګڼوډانو نه ډیره مننه. ټولو ته السلام علیکم. دا د ویاړ ځای دی یقینا ما دپاره. زما نوم مجید بلال دی او زه فعلا کابل کې یم. ډاکټر صاحب وردک سره او ډاکټر صاحب سید سره مې د نږدې نه کار کړی دی، ډېر وخت هم سره الحمدلله دوستي تر اوسه پورې پاتې ده. په دغه رابطه باندې زه مشخصا داسې مختصره تبصره لرم. یو خو دا ده چې د ترمیمي عدالت موږ یو ملک ماډل نشو جوړولی چې موږ ویو چې مثلا افغانستان ماډل کو موږ د اسیا دپاره او لندن ماډل کو موږ د اروپا دپاره او مثلا همداسې نور ملکونو کې. هر ملک جدا قضایي اختصاصات لري، جدا کلتور لري، جدا فرهنګ لري، جدا عنعنات لري او جدا سیستم د عدلي او قضایي لري. نو دې دپاره دا یو عمومي نظریه ده زما په نظر باندې چې دې کې هر ملک هغه چې غواړي یا هر عدلي او قضایي سیستم که هغه غواړي چې د دې نه استفاده وکړي نو ټول ورته په اسانۍ باندې لاسرسی لرلی شي. دا یو مسله وه. بله یو نقطه بعضې دوستانو خبرې چې ما واورېدلې چې په اوس وخت کې په اصطلاح د امارت اسلامي په موجودیت کې آیا دغسې ګنجایشات شته او که نشته. یقینا څه پوښتنې او څه ګیلې ګروې به د دوستانو سره وي، خو په ټوله کې د بدبختۍ لویه خبره دا ده چې په تېرو 50 کلونو کې د نړیوالې ټولنې توجه د افغانستان عدلي او قضایي سیستم نه بیخي لرې شوې ده. زما چې خپل کوم معلومات دي د پخوا په نسبت باندې سهولتونه ډیر زیات شوي دي. هغه قضایه به چې په پخوا وختونو کې په کلونو کې حل و فصل نه کېدل، هغه اوس په ورځو کې او په هفتو کې سرته رسیږي او حل و فصل کېږي. همدغسې د زندانونو چاپیریال په رابطه باندې ډیر مثبت خبرونه دي چې هلته ډیر زیات تغییرات راغلي دي، مثبت تغییرات راغلي دي او خلکو ته ډیره ګټه د حرفوي زده کړې ډېرې زیاتې شوي دي. علاوه د دې نه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم ورته ورکول کېږي که څوک غواړي چې خپل تحصیل ته اجازه ورکړي، د خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. متاسفانه چې د نړیوالې ټولنې هغه توجه کمه شوې ده او د دې په خوا کې د دې یو بده اغېزه چې زمونږ
په افغاني شخصیتونو باندې کړې ده هغه دا ده چې دوی هم توجه دې رابطه باندې کمه ده او موږ صرف په مغه شی باندې اکتفا کوو چې موږ ته مثلا نړیوالې رسنۍ وي د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم په رابطه باندې خو متاسفانه چې هغه جانبداري دي زه خپل دغه سره د زیاتو هغه کوم نظریات چې په کې خپرېږي دغه سره زه موافق نه یم نو ډاکټر صاحب وردګ ډاکټر صاحب سید او ټول دوستان یقینا خوشحال شما د مجلس کې تاسو سره یم السلام علیکم و رحمت الله بلال صاحب یک دنیا ممنون خیلی فرمایشات سلیس و روان و خیلی عالی بود که واقعیت‌های جامعه افغانستان بیان کردین من به عنوان یک خادم رسانه افغانستان موافق هستم که رسانه‌های بزرگ فعلی واقعا آبروی بی‌طرفی رسانه‌ای رو برده و مخصوصا در مورد طالبان خیلی اجحاف میکنن امیدواریم شما بتونین در رادیو کتاب همیشه اشتراک کنین حقایق بازگو کنین خب و تشکر میکنم از کسایی که تشریف دارن مخصوصا از جناب آقای احمد زکی حسینی که از استرالیا به ما پیوسته و اونجا شاید حال ساعت 3 بامداد باشه نماز خوانده آمده یا نمیفهم وقت نمازشان نشده سید هاشم امین مهرباني سه ډیره مننه جناب استاد او ټولو همکارانو ګډونوالو نه څومره چې ما د ریسټوریټیو جسټس په حق لا مطالعه کړې ده نو زه د نتیجې ته رسیدلم لومړی خبره ده چې دا حکم مستقل قانون نه ده دا یو روش او پروسس دی چې من کولای شو قانون پکې تطبیق کو او د یو بل دید نه د عدالت ته ګوري مثلا کتا سو وسنی عام عدالتونه وګورئ دوی صرف دې ته ګوري چې څنګه منګه کولای شو کم قانون مات شوی دی او د کم قانون په اساس باندې موږ جزا ورکو خو برته د ترمیمي عدالت پښتنه کوي چې چاته زیان رسیدلی او څنګه باید جبران شي او مسؤلیت د چا دی دا کار د چا دی او څوک باید وکړي څه چې په اسلام کې دي ما چې څه په اسلام کې مطالعه کړی دي او څه چې په ترمیمي عدالت کې مطالعه کړي ما هیڅ توپیر نه دی لیدلی مثلا د دیت موضوع بیان شو د قصاص موضوع همدارنګه مثلا فمن عفا واصلح دا د قران کریم ټکی په کې ډیر واضح دي چې کچرته چا عفو وکړه او صلح وکړه نو د الله تعالی د خوانه دوی ته د خیر کلمه کارول شوی څنګه چې په مخ کې موضوع کې ډاکټر صاحب آیات بیان کو چې هغه معمولا د خزي او د میړه ترمنځ وصلح خیر او دغه موضوع د قصاص په حق لا چې فمن عفا واصلح دغه موضوع مطلق د هغه په حق لا د قصاص په حق لا او همدارنګه برته راګرځدل د مجرم ټولنې ته د توبې موضوع ده چې هر چا چې توبه وایسته هغه داس د لکه هیڅ ګناه نه کړي نو موصله دلته ډیره واضح ده البته حدود پکې مستثنا شوی دي د حدود موضوع خو څنګه چې سید صاحب متخصص د شریعت ده هغه ته معلومیږي چې په شریعت په حدودو کې یعنی په اوس وخت کې د حدود تطبیق تقریبا ناممکن دی او د اصلي فلسفه هم دغه د شریعت کې چې اصلا شریعت اسلام نه غواړي چې مثلا مسائل افشا شي هغه غواړي چې الته خلک برته ټولنه تر وګرځي الته چانس د خلکو سره وی چې ترڅو توبه وباسي او برته راشي او لکه مثلا په زنا کې څلور داسې شاهدان چې هغه تاسو معلوم دي نو دا مسائل هغه دي دا مسائل واضح دي زما پښتنه صرف د ډاکټر صاحب نه دا چې زلک پکې گیچ و ما چې خدای دې وکي ما ډیر غنی کړي وړاندې نیم لار دغه د میتود چې دغه روش او میتود دا څنګه کولای شو مثلا یا دا پروسه څنګه کولای شو هغه ته راولو لکه د قوانینو د تطبیق د لپاره زه دا جمله به شاید را جوړ نه کړل شم خو کېدلی شي تاسو مفهوم واخلئ چې څنګه کولای شو دغه پروسس یا دغه میتود تطبیق کو د دغه لپاره کوم لارې چارې شته دغه خلاصه پوښتنه ده مننه تشکر صاحب یک دنیا ممنون خب رسول ظاهر شما هم بفرمایید اگر تصویرتون میتونین واس کنین نمیتونین خیر است سلام علیکم روز همه بزرگوارا بخیر سوال ما خیلی کوتاه از جناب دکتر صاحب وردک است ما از کاردیف وصل شدیم دیگه کوتاه عرض میکنم انشالله که وقت زیاد نمیگیرم جناب دکتر صاحب گرچند کتاب شما رو نخواندیم ولی از امو فحوای صحبت ها و بحث های دوستا برداشتی کردیم دو تا سوال دارم که در کانتکست افغانستان میخوایم مطرح کنم شاید مطرح شده باشه چون دوباره من قطع وصل شدم نمیفهم شاید دوستای سوال کرده باشن شاید نکرده باشن سوال از اولی است که
با توجه به تنوع قومی مذهبی که در افغانستان وجود داره، ما چطور میتونیم میان امی شیوه‌های سنتی حل منازعه و عدالت ترمیمی یک نوع تعادل برقرار کنیم؟ یک سوال ما همی بود. و سوال دوم، البته این میتونه پس از طالبا باشه، در شرایط فعلی شاید این مشکل باشه این سوال مطرح کنیم. فکر کنم یک نظام مدرن هم اگر به وجود بیاید، آیا میشه که یک لطفی ده یکم وضاحت بدی؟ و سوال دوم، به نظر شما بزرگترین مانع در مسیر اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان چی است و شما یک راهکار برای در کتابتان پیشنهاد کرده؟ گیریم طالبا، پس از طالبا یک حکومت نوین هم که وجود بیاید، آیا شما چه چالشی را میبینید؟ بزرگترین چالش از نظر شما چیست و چه راهکاری برای چه در کتابتان و چه در یعنی در صحبت‌هایتان برش دارین؟ تشکر. خیلی سوالای خوب و جاندار و در 1 دقیقه و 12 ثانیه. پروفسور صاحب وردک، سوالا خیلی زیاد بود دیگه، شما میفهمین و کارتون بفرمایید. خدا کنه که سوالا از بیان باشه. خود از سوال اخیر شروع میکنم، چون آقای ظاهر همشهری مسعودی ما ذکر فصل اگر که طالب شاید ملاقات نکرده باشیم در ارتباط با تعادل قومی، تحقیقی که ما برای UNDP در 2007 انجام دادیم، تنها نهادهای غیر رسمی نامهای مختلف داشتن ولی کاراکتریستیکس یا خواصش بسیار شبیه بودن. مثلا در اکثر مناطق جنوب غرب جرگه گفته می شدن امی مسئله حل و فصل معضلات، در شمال شورا و شورای اصلاحی، در هزارجات جلسه و مجلس قومی، در نورستان اوری گفته می شد، ولی امو خصایصشان بسیار یک با دیگر شدید بود دیگه. ما فکر نمی کنم که در مورد ضرورت به این باشه. جامعه ما از پیوندهای بسیار نزدیک با هم دارد، حالا که مشکلات هم وجود داره. سوال دوم، مانع عدالت ترمیمی. ما تحقیقات مثلا در افغانستان نبوده، ما در فلسطین هم تحقیق کردم، در اردن و بعضی کشورهای عربی دیگه. کتابم ببینید به عربی نوشته شده. مانع اصلی ترویج عدالت ترمیمی خود قضات است، خود نظام عدلی است. اونا نمیخواهند که صلاحیت حل و فصل معضلات از دستشان به دست مردم و جامعه برود. و متاسفانه در هر جایی که من رفتم، مانع اصلی خود دولت، به انگلیسی بهشون vested interest میگن. خب فسادم بوده. باز مثلا من در کراچی، ما و آقای دکتر استاد بها که یکی از قضات استر محکمه بودن، معاون استر محکمه بودن، روی ما دعوت بودیم در 2012 بود در کراچی. من این مسئله رو پیشنهاد کردم. رئیس فاکولته حقوق گفتم عدالت ترمیمی چطور دیگه ترویج نمیشه و نظام عدلی پاکستان میراث استعمار است. اینا گفتن که وکلای ما میگه که this is our bread and butter، میگه از همین راه ما رزق پیدا میکنیم. با جایزی که در باره مردم فکر میکردن، در باره رزق خود و مخصوصا رشوت و فساد و چیزا فکر میکردن دیگه. با شکل خلاصه آقای همشهر ما خدا کنه دیده بتونم علت اصلی نظام های با سوالاتی که از استاد امین فرمودن که چی راهکار شود، راهکار پیدا شد. باشه من وقت نداشتم. بعد از اینکه جنجالا پیدا شد، UNDP و وزارت عدلیه افغانستان دوباره مرا دعوت کردن. باز در این مورد یک قانون ساخته شد که حتی تا 2020 سپتامبر 2020 از وقت دانشجو به معاون رئیس جمهور بودن و رئیس کمیته حقوقی بودن، اونا مسوده را تکمیل کردن به اساس مدلی که من پیشنهاد کردم. دو جور راهکارات تشریح شده و من مسوده را تا با خود دارم. باز در وزارت عدلیه منتظر از بود که به شورا فرستاده شود. خب باز تغییرات اومد شد از بین دیگه. ما موافق هستیم که برای راهکارا ضرورت داره که چی اورور چې د کابل لغه د بلال خان زه موافق یم دا مدل چې مو پیشنهاد کړی دی د افغانستان لپاره دی، د ټول دنیا لپاره نه دی او مو د ادانه نه کړی. اما ته لپاره په جالب بلال خان چې په 2015 کې یو مساعد پرامه د نظام فرانسه کې کار کوي. هغه په فلسطین کې مو د مشکل سره مخامخ یو چې د فلسطین اتھارټي د محمود عباس دغه لاندې وغه د ظرفیت د نه لري چې عدالت تامین کړی شي.
اکثر خلک هغه ته ورسي مخاطر د کډمون هغه چې دی د جرګو مشران او سپینګری د خلک دی هغه ته ورسي د مابین کې څه هماهنګي نشته د تا مدل چې د افغانستان مدل ډیر جالب دی ته کولای شې د سره کې مسره کومک وکړي نو زه لاړم هلته تحقیق وکړ د فلسطین لپاره مې د افغانستان مدل اساس کې خو د اطفال لپاره نوې مدل جوړ کړ په هغه کې نشر شوی دی په د انټرنیشنل جرنال ریسټوریټیو جسټس کې وخت لازم مقاله درولګم هغه ته د حقوقدانانو مسله مخالفت کوه اما نور خلکو یې طرفدار وو ورچې تا د افغانستان باره کې وویل چې عدالت ښه شوی زه نه پوهېږم اوس تحقیق ما نه دی لوستی وروستنی تحقیقات وروستنی مستولای 5-6 تا محفظ پیش من گدوک شده خو دقیق یادم نیست ولی سوالات بسیار اوخی بوده که او طبعا قوانین عدالت ترویمی باید در یک چوکات قانونی یا در چوکات پالیسی تدوین شود که در اونجا سوالا جواب داده می شود اما طرح ما فقط یک طرح کلی است که با اساس معلومات میدانی در یک وقت معین به وجود آمد شاید تغییر کنه شاید قابل تطبیق نباشه صادقانه بگویم دیگه ما جوابا را اگر شخصی با ما تماس میگیرن استاد موسیلی میتونن ایمیل من را برشان برسونن ما در خدمت هستم. یک دنیا تشکر دکتر صاحب بزرگوار و تشکر از همه اشتراک کننده های گرامی. بیننده های گرامی تشکر که با رادیو کتاب بودین. رادیو کتاب از شما و در خدمت شماست. با انتقاد پیشنهاد میتونین رادیو کتاب را تقویت کنین. رادیو کتاب بی‌طرفی رسانه‌ای را 100% رعایت میکنه. افکار مختلف از زوایای مختلف میتونه از این رسانه مطرح شود و اینجا دریچه گفتگویی است بین تمام مردمی که ساکن افغانستان است. تلاش ما این است که صدای بی صدایان باشیم و حقیقت انعکاس بدیم. مؤکداً دوباره باز عرض میکنم که ما مدعی نیستیم که حقیقت پیش ماست بلکه در جستجوی حقیقت هستیم. با ما همراه شوین تا به سوی حقیقت ره بپیماییم و افغانستان آباد، آزاد و متکی بر عدالت بسازیم. ادبستان یادآور آداب گفتار و نوشتار درست. درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی و زودی از رادیو کتاب. رادیو کتاب نیاز نسل امروز و فردا.